روز یکشنبه 5 اوگوست وقتی که زلزله برابر به 7 درجه جدول ریختر اندونزیا را تکان داد، مسلمانان در مسجد دنپسر جزیره بالی نماز می‌گذاشتند. در نواری که دوربین‌های مسجد ثبت کردند دیده می شود که شیخ عرفات عبدالغنی محمد تلاوت آیه‌های قرآن را ادامه می‌دهد و نماز را قطع نمی‌کند. بعضی نمازگزاران از مسجد خارج می‌شوند، ولی ادامه منظم نماز از طرف امام مسجد آنها را دوباره به نمازگاه برمیگرداند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده اندونزیا گزارش داده است که مرکز زمین لرزه روز 5 اوگوست در عمق 15 کیلومتر قرار داشته و خوف سونامی را به وجود آورده بود. طبق اطلاع اخیر شمار قربانی‌های این زلزله تنها در جزیره لومبوک اندونزیا به 259 نفر برابر بوده است. بر علاوه روز 9 اوگوست در جزیره لومبوک باز زلزله مساوی به 6.2 درجه به وقوع پیوست و در میان ساکنان محلی ترس و هراس را ایجاد کرد.